بدرالزمان قریب گرکانی در 1 شهریور ماه 1308 در تهران به دنیا آمد. خانواده او اصالتاً آشتیانی بودند و او از نوادگان علامه میرزا محمد حسین قریب ملقب به شمس العلما بود. بدرالزمان پس از اخذ دیپلم علوم طبیعی تصمیم گرفت تا در رشته پزشکی تحصیل کند، اما به دلیل بیماری از ادامه تحصیل باز ماند و در این مدت به ادبیات فارسی علاقه‌مند شد. سرانجام در سال 1333 در آزمون ورودی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران پذیرفته شد و در سال 1336 از این رشته با درجه کارشناسی فارغ التحصیل شد. او در این مدت به مطالعه و فراگیری زبانهای باستانی ایران علاقه پیدا کرد. سپس به دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا رفت و در رشته زبانشناسی و خاورشناسی کارشناسی ارشد گرفت. او با علاقه‌ای که نسبت به زبانهای باستانی ایرانی پیدا کرده بود، با جدیت به پژوهش و تحقیق در این حوزه پرداخت و پایان نامه دکترای خود را با عنوان تحلیل ساختاری فعل در زبان سغدی تحریر کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه‌های شیراز و تهران به تدریس پرداخت. بهمن مهری در سال 1314 در اصفهان و در خانواده‌ای که اصالتاً گیلانی بودند به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در رشت و تهران گذراند و سپس وارد دانشکده علوم دانشگاه تهران شد. او کارشناسی ریاضی و کارشناسی ارشد علوم تربیتی را از دانشگاه تهران دریافت کرد و برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت. دکتر بهمن مهری در سال 1345 دکترای ریاضی را اخذ کرد و پس از بازگشت به ایران در دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شریف مشغول تدریس شد. او سالهای مدید به تربیت شاگردانی فراوان اهتمام ورزید و آنها را به جامعه علمی کشور تقدیم کرد.